دعوت به حقارت و دشنام پیش برده نمی شود. دعوت به طعنه، مسخره و شوخی پیش برده نمی شود. پیامبران صلی الله علیه و سلم این خیل دعوت نمی کردند. بله جای خودش رو دارد، هر یک چیز جای خودش رو دارد. من به صورت عمومی گفته شده، به صورت عمومی دعوت رو دغلانه، طعنه زنانانه، طعنه زده، تحقیر کرده دیگر مردم رو، تحقیرآمیزانه دیگر رو تحقیر کرده و مسخره و استهزا کرده، شوخی و بازی کرده. دعوت این چنین نیست. دعوت با بصیرت است، یعنی با علم است. دعوت با حکمت است. دعوت با آداب و اخلاق و به سوی توحید است، به سوی الله است. شما دعوت به سوی الله میکنید، خود را نماینده گرفته شدید که من نماینده از دین الله، از همین راه حق هستم، به سوی الله دعوت میکنید. شما نماینده راهی خیلی بزرگ هستید. راهی که شما به اون راه خود را نماینده میگویید، این راه شما راه بسیار بزرگ است. آداب میخواهد، اخلاق میخواهد، حکمت میخواهد، صبر میخواهد. بله تا امروز در بین ما منافقین هم اذیت و آزار میرسوندند، هر گونه انسان ها بود، لیکن به فضل و رحمت الله ما امروز به یک درجه رسیدیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به یک مقام و درجه رسوند که منهجمون بسیار واضح است. برادران و خواهران، الحمدلله علم از منهج حق را دارند. دیگر اکنون او شک و شبهات و بازی و اینها به این اهل توحید تأثیر کردنش خیلی مشکل است. از یک طرف منافقا هم در بین موحدین نفس کشیشون روز به روز تنگ شده است. پس اکنون نوبت ما به چی رسید؟ نوبت بسیار سخت در جانب آداب و اخلاق بودن. چند سال قبل شب و روز بحث و مناظره داشتیم به مشرکین و به آذری و این و آن و بسیار حالت وزنین بود. در آن وقت در یک وقت همه مسئله رو جمع کردن نمیشد و خودی کسانی که در گرد اطراف ما بودند بسیار مسئله رو اینقدر واضح نمیفهمیدند و غیر و غیره. لیکن آن روزها گذشت، اما به سربلندی گذشت. به من و به شما به سربلندی گذشت، الحمدلله رب العالمین. از اون روزهای وزنین، روزهایی که فتنه و شبهه میکاریدند، بسیار برادرها هم به فتنه و شبهه گرفتار میشدند و غیره. و ما طالب علم ها عادتا بسیارتر خودمون رو مشغول میکردیم به خاطر جواب گفتن به شبهات، رد زدن شبهات اونها و پیش شرک و کفر رو گرفتن و به برادرها مسئله ها رو گشته و برگشته آموختن. اما الحمدلله امروز برادر و خواهرهای پیدا شده هستند که این مسئله ها رو خوب آموختند و فتنه حالا به طرف ما آمده. امروز برادر و خواهرهای اهل علم هستند که این فتنه را در جاش خاموش میکنند. او فتنه هایی که 5 سال 10 سال قبل یک فتنه چه بود وای مه میشد، امروز نمیشود. به سبب چی؟ به سبب این که شما علم آموختید، شما توحید رو آموختید، شما فهمیدید، شما یقین دارید. کسی که یقین دارد این فتنه چه ها کار کرده نمیتواند. فتنه به انسان های جاهل، به علم، به یقین کار میکنه، به انسان های ضعیف. شما ان شاء الله سبحانه و تعالی اکنون سبب میشوید که فتنه رو از برادران خواهرانی که نو به طرف توحید می آیند، فتنه رو از آنها نگه دارید، آنها رو از فتنه نگه دارید. شما حمایتگرانی برادران خواهران باشید از فتنه. مسئله دوم، بارک الله فیکم، فرقه ها، جماعت ها سخن های
بیهودهشون طعنهشون بسیار بود، اذیت و آزار میدادند. ما هم بسیار به اونها مشغول بودیم که به تهمت اونها، به شبهات اونها جواب بگوییم و غیر و غیره. بعد از این منافقا به وجود آمدند و منافقینی که به درون موحدین در آمده بودند منهج رو خواستند که دو سه مراتب عوض کنند به طرف راست و چپ. خودشون موحد گفته توبه کرده آمده، آهسته منهج در مسئله براءت، در مسئله در باب تکفیر، بخصوص عذر المشرک چندین مراتب بازی کردنی شده. لیکن الحمدلله از این همه وزنینی ها الله خودش به فضل و رحمتش ما و شما رو نجات داد. تنها الله به فضل و رحمتش ما رو نجات داد. الحمدلله رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اما امروز ما دیگر الحمدلله بسیار منهج واضح است، بسیار برادرها هم هستند، خواهرها هم هستند، فهمیده شدند. امروز نکنون وقت آن رسید که ما یک به یک به خودمون مشغول شویم. اکنون ببینید آرام است. اهل بدعت به طرف شما گپ زدن یک طرف است، نگاه کردن به میترسد. منافقین گفتن به میترسد. این فضل الله است، رحمت الله است. اگر منافقین و اهل بدعت کم کم برایت هم اکنون میگید خیر شما فهمیدید، میگید یک گمراه است، میگید مسئله به پا رسید. او روزهای غربت بسیار سختی که برای طالب علم ها بود امروز الحمدلله کمی برطرف شده، کمی آرامتر است. پس امروز یک مسئولیت بزرگ ما داریم که باید شروع کنیم. پیش بی‌آدابی رو بگیریم، پیش سادگی رو بگیریم. میبخشید کمی به لفظی سختتر معامله کنم یا بگویم، همون مقصد خودم رو بیان کنم. پیش بعض ابلهی، احمقی، سادگی، بی اهمیتی و بی آدابی که کم 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 بعضی حالت ها دیده میشد، ما پیشش رو باید بگیریم. ما از این بعد باید بسیار به خودمون اهمیت بدهیم، خصوصا برادران و خواهرانی که از نام دین الله صحبت میکنند، خودشون رو نماینده دین الله میگیرند، نماینده راه حق و توحید میگیرند، نماینده میراثخوار انبیاء و المرسلین است. ما طالب علم ها هم دیگریمون رو باید نصیحت بکنیم، هر گپ نگوییم، خودمون رو در حالت هم غمگینی، هم در حالت خستگی، هم در حالت غضب، هم در حالت خوشنودی خودمون رو به دست بگیریم، کنترل بکنیم. من یک چند مرتبه به برادران و خواهران طالب علم وقتی که نصیحت کردم چندین مرتبه گفتم ای برادران عزیز، خواهران عزیزی که شما معلم و معلم هستید، وقتی که به دعوت میبراید به این گروه های مبارکه باید شما دانید که شما نماینده این دین هستید، نماینده این راه هستید، نماینده این منهج هستید، میراثخوار، میراثبر رسول الله هستید، یعنی علم توحید برده شدید. شما اول عصبهای خود آرام کنید. وقتی که بسیار روح خوب بالیده، بسیار در حالت خوبی هستید، بعد به درون گروه درآیید، در درون گروه صحبت کنید، درس بدید. اما وقتی که دیدید که عصب شما خراب است، قهر و غضب دارید، در زندگی ها مشکلی و خستگی شاید باشد، به درون گروه در آمده صحبت نکنید. یک یا برادران و خواهران عزیزی که در گروه ها صحبت میکنید، به درون گروه به خاطر نسترینی خود را، عصب خود را خوب کردن داخل نشوید. دعوتگرها رو من در نظر دارم، بله مردم عامه که میدارن اونها گوش میکنند. نشود که شما عصب و غضبتون آمدگی است، قهرتون در زندگی یگان کار و بارتون خوب نیست، درون گروه به میدارید اینش حقارت، اینش دشنام، اینش طعنه. قسم به الله در نزد الله رفته رو به روی الله جواب میگید که شما نترسیده خود را نماینده دین گفته در درون گروه ها دغلانه بسیار معامله شدیدانه کار میکنید.
هر کس چپ و راست حقارت و دشنام و تکفیر و بی ادبی و بله بعضی آدم کافر میوید. شما میدونید که کافر است شرط نیست که به او یگون معامله بد و حقارت و دشنام کنید. سوال میتید، جواب میتید، اعتقاد میکنید که کافر است، تمام است. اگر ضرور باشد میشناسونید به مردم یک آدم گمراه است، کافر است، بنا گفت فریفته نشوید، اما به آرومی. ما باید اول فهمیم که کافر گفتن و مسلمان گفتن این حق الله است سبحانه و تعالی. این فقط در اساس قرآن و سنت حل میشد. برای این در اساس قهر و غضب خود نباید کسی را خواستیم کافر و مسلمان بگیم. یک. دوم، مسئله همین است که مقصد ما این نیست که هر آدمی که پهلوی ما به می آید یا این گروه ها به می آید یک علاج کنید، این کنید، اون کنید، عیبش افته کافر گفته سرتید. نه برادر عزیز، خواهرها، مقصد از دعوت این است که یک کسی آمد سخن شما را فهمیده شده است، به طرف شما کم کم خودش نزدیک کرده شده است، شما او را کشید، به طرف خود کشید، قلبش ملایم کنید، سخنهای خوب بزنید. ملایمی یکی از مهمترین چیز ملایمی است. به دست به طرف خوب. بعضی آدم ها هست که 5 سال 10 سال انتظار میشوید، در حقش دعا میکنید، بعد از این شاید هدایت یابد. آیسته آیسته، شوخی نیست. هر یکی شما به چقدر راه آمدگید. برای همین بخصوص به طالب علم ها نصیحت ما امین است که هر خیل گپ های بی حجت زدن را باید بس کرده شود. البته تا امروز در بین برادرها و خواهرها نبود بدون حجت و دلیل گپ زدن نیست، اما بار دیگر تاکید میکنیم که پیش از صحبت کردن به یادتون همیشه بیاید که آیا به این سخن دلیل دارید، منهج دارید، ندارید، انیق این مسئله رو میدانید، نمیدانید. ندانیم، اگر یک مسئله رو ندانیم، نمیدونم گفتن والله 1000 مرتبه به من و به شما به همه بهتر است، افضل است. این یگان جای شرمم نیست، یگان جای شکستم نیست. این دلالت به از الله ترسیدن من و شما میکنه. برای که دین الله هست، ندانیم، نمیدونیم، میریم میخوانیم، گشته میبینیم، یا میگید که حاضر جواب داده نمیتونم، بدتر جواب میدیم، هیچ مشکلی نداره. اما به دلیل گپ نزنید. یکم نقطه، دلیل ما باید همیشه قرآن و سنت، فهم سلف باشه، در اساس فهم سلف. دومین چیز برادران عزیزم، وقتی که در بعضی حالت یگان نفر به شما کمتر بی‌ادبی میکند، تحقیر میکند، یک و یک باره غضب کرده سختی بد نروید. بله این کارش گشته و برگشته کند، بعضی حالت میشد که شما خسته میشوید، سخت صحبت کردن تو ممکن است، اما همیشه که همیشه در حالتی خیلی غضب، در حالتی زودیون نی، او مرم گفت مرم گفتم، نه، بعضی حالت صبر میکنید، بسیار حالت باید صبر کنید، بعضی حالت ملایم تر میشید. بله ما انسانیم، بعضی حالت ها میشد که البته از نظر شریعت هم حق داریم که مثلم به مثل معامله کنیم، اما اون که به گروه شما اومد گذارید گپش گوید، آهسته معامله میکنید، دعوت میکنید، صبر میکنید. سومین نکته، کسانی که به نزد شما آمدن عموما در عموم سخن شما را قبول دارند، اما بعضی نازکی ها را نفهمیده شدند، اینقدر این طرف و آن طرف کشاله کرده و یک گیلاج کرده، خطاگیشه یافته، شرمنده کرده، شکست داده، او را نمیدونم یگان حکم مانده گسیل نکنید. بعضی مسئله های نازک اگر باشد، در اصل اگر او همین منهج اهل سنت حق گفته، بعضی خطاگی باشد، اگر صحبت کرده توانید مختصر محکم کنید، صحبت کرده نتوانید اینقدر پیچ و تاب نکنید، اینقدر صحبت نکنید، درو درست کرده. یک آدمی که کمتر خودش خوبتر است دشمن به تبدیل ندید. یک آدمی که دشمن نیست به این دعوت مبارکه، یک آدمی که به این منهج اهل سنت دشمن نیست، فهمیدن میخواهد، صادقانه میبینید که معاملش خوب است، آرام است، حقارت ندارد، دشنام ندارد، اصولش خوب است، بعضی خطاگی ها دارد.
این طرف پیچونده اون طرف پیچونده، این کرده اون کرده، حقارت و دشنام و حکم و بالاخره یک آدم دشمن مبدل نکنید به خود، میلی به خود، به دعوت. نقطه چهارم این است که برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم، وقتی که شما سخن میکنید فکر نکنید که شما فقط از نام خودتون صحبت کرده اید. شما سخن میکنید به همین مسئولیت فقط در شما هست، تو ضرر به دیگر آدم نمیرسد یا که به دعوت نمیرسد. نه، این خیل نیست، این خیل نیست. خود شما شاهدید بعضی از برادرها صحبت میکنن، یک سال و 2 سال صحبت اونها به سر من میآید مثلا، یا به سر دعوت میآید، میگه دعوت شما این خیلی است، بی ادبان است. ما میگیم چرا؟ فلان آدم شما فقط این خیلی بی ادبی میکنه، دعوت شما تکفیری است. برای چی؟ فلان آدم های شما تکفیرهای بیجا میکنند. دعوت شما، ببینید شما سخن میکنید، آنها دعوت رو سیاه میکنند. به سبب سخن شما چهره دعوت مبارکه رو بد میکنند. شاید به سبب سخن شما یک طالب علم رو کنید. حکمت مهمترین چیزی که من الان میخوام بگم حکمت است. حکمت این است که هر الف جای و هر نقطه مکانی، هر مجلس موضوع خودش رو دارد، نقطه خودش رو دارد. بعضی حالت میخواهید که سخنها رو گویید، اما میدانید که این سخن شما را بر علیه دعوت، بر علیه شما، بر علیه موحدین استفاده میبرند. برعکس این سخن شما اگرچه حق است، اما از نظر پلیتیکی سیاست شرعی مفسده این سخن حق شما زیاد است. حالا که سخن حق شما از جانب مثلا مسئله اصول دین نیست، یک مسئله جزئی هست، اینا نگویید هم باکی ندارد. مسئله چه هایی که اصلا این مسئله نیست، این بعضی سخنهایی هم تو اضافگی اجتهادی است، این از اصل دین نیست، از واجبات نیست، از یگان سنت نیست، یک سخن عادی شما هست. ببینید که سخن گوید، بله سخنتون خطا نیست، اما همین سخن درست شما به نظر خود شما که من یک گفته میگذارید 1 سال 2 سال سببی طعنه و دشنام و دشمن بزید خیزوندن میشه. منهج اهل سنت، منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب نظر کنید. پیامبر هرگز دشمنی خوب نمیخیزوندند. شما خوب دقت بدید، پیامبر هرگز دشمنی خوب نمیخیزوندند که خیزانند که به بالای سری خودشون بیاد و زند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک انسانی که معتدل است، یعنی کافر است اما دشمنی مسلمانان است، او را حرکت کرده دشمن نمیکردند، با دشمن دیگر خیلی معامله میکردند. اما کافر مشرکی که دشمنی نمیکند دیگر خیلی معامله میکردند، اما به یک خیلی نمیکردند. دشمنی خوبه بیدار نمیکردند. برای همین برادران و خواهران عزیز، مسخره بازی انا یکی از نقطه های ششم و هفتم دیگر که در درون دعوت مسخره کردن، یعنی دعوت به یک نفر صحبت کرده ایستودید، شما به یک نفر صحبت کرده ایستودید، او را مسخره و بازی کردن، این صفت اهل سنت نمیبینید که اهل بدعت صفتش است. اهل بدعت به جای این که در اساس قرآن و سنت صحبت کنند، مسخره میکنن، شما را طعنه میزنن، مسخره میکنن. ما نباید این کارو کنیم. قرآن و سنت که بیان میکنید، قبول کرد به فهم سلف این اومد، نکرد تمام از این میبرد که جای شما اینجا نیست. یعنی برادران و خواهران عزیز، قدر خودتون رو دانید، درجه خودتون رو دانید. شاید شما ندانید که شما چی قدر دارید، چی عزت دارید، چی شرف دارید، چقدر مقام های بزرگ دارید در نزد الله سبحانه و تعالی. لیکن باید فهمید به همین مقام خود، به درجه خود دیده معامله کنید. شما بندگان خاصی الله هستید، موحدین، یکتاپرست ها، و بخصوص معامله در بین برادران مسلمان خود.
بخصوص معامله در بین برادران مسلمان خود، خلق و سیرت و طبیعت بعض انسان ها خاراکتر میگن به زبان روسی. خاراکتر یعنی طبیعت، خلق، سیره. خلق و سیره و خاراکتر بعض انسان ها که به توحید می درآیند ایواز نمی شود، در همون جاهلیت میماند. خیلی خطرناک است برادر عزیزم. خلق، طبیعت خود ایواز کنید، طبیعت خود ایواز کنید. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یگان نفر از شما مؤمن نمیشه و تا همان وقتی که هوا و هوسش تابعی آن چیزی که من آوردم نشود. هوای هوس من شما باید تابع قرآن و سنت شود. بعضی برادرها رو میبینیم فقط به همون هوای و هوس خودشون دیده کار میکنن. نصرشون نصرشون گنده باشد، به نهایت معامله های بد میکنن به برادرها، به همه. عاقبت این تفریقه در بین مسلمان ها، عاقبت این شرمندگی خودش، عاقبت این انا همچنین کارها میشود. آخرین دینی خیر نه که تو نصرت نقد باشد چیزی خواهی بگویی، نصرت وزمین باشد با چیزی خواهی بگویی. این دین مسئولیت دارد. و بعد از این چه در اول گفتیم به علمانه صحبت نکنید، اما آخرین مسئله که من میخواهم این است که مسئله نصیحت است. ما به هم دیگر باید در باب آداب، اخلاق نصیحت کنیم. و بخصوص من وقتی که بعضی وقت نصیحت میکنم، بعضی کسا اینقدر از ما مهربانی دیده هستند که فقط برادر جزاک الله خیر، برادر گبنه، برادر به اینقدر خوکسوری کرده هستیم که بعضی وقت نصیحت میکنیم، از نصیحت غضب میکند و قهر میکند و خودش رو نمیدونم به کدام حالت ها میزند. بله، ما برادر شما هستیم، شما رو دوست میداریم، اما وقتی که لازم شود نصیحت هم میکنیم. من برادرهای طالب علم خودم رو، مثلا طالب علمی که در پهلوی ما هستن، برادرای اهل سنت رو، خواهرها رو در بعضی حالت نصیحت میکنیم و در بعضی حالت عمومی بعضی برادرها رو خاص، بعضی ها رو سخت و بعضی ها رو کمی ملایمتر نصیحت میکنیم. میبینیم که غمگین است. یک نفر از برادر به من نوشته است که شما گپی ما را گوش نکردید و پیشتر ما شما را به خانه و خویش و تبار توصیه میدادیم و حالا نمیکنیم. این کارها جاهلانه است. ما کسی رو دعوت نکردیم که این کارم کن، بعد از این به خاطر این کار کردن تو هم عوض هم نمیکنیم. اینم باید مردم بدانن که شخصا طالب علمان اهل سنت و جماعت فقط در اساس منهج است، آداب و اخلاق رو در بین همدیگر میدارن. برای همین از این به بعد وقتی که ما دیدیم که خصوصا از طالب علم ها یا برادرهای ما که کمی پیش صف هستند به ادبی، سادگی دیده می شود، ما نصیحت میکنیم که گپ نزنید برادر. به ادبی، سادگی دهن داشته نمیتوانید، گپ نزنید. یک طرف به ایست جیم گردید، یک طرف. وقتی که آرامانه گپ زدن نمیتوانید، وقتی که به حجت گپ زدن نمیتوانید، وقتی که به ادبی و به مدنیتی را بس کردن نمیتواند، آرام ایستید یک طرف، به خاموش ایستید. ضرر شما بدتر از فایدهتون است. نخل باشید. به آداب و اخلاق آرامانه دعوت کنید، خصوصا در بین برادران و خواهران خودمون. یا نقطه دوم، برادرها ببینید، برادرها شما همه شما به این دخل دارد. میبینید که بعضی آدم ها یک ساده هست، ساده، زبانش به همین یا فکرش به هر گپ باید گفتن میگیرد، همه جا نمیفهمد که اینجا کجا. بعضی گپ در بعضی جا گفتن ممکن است، در بعضی جا ممکن نیست. آدم باید یک حالت رو ببیند، شرایط رو ببیند، آداب، اخلاق، مدنیت داشته باشد، زبانش کمتر جمع کند. همین قیل و قول کردن میگیرد.
نصیحت کنید. اگر نصیحت گوش نکرد اینقدر در گرد اطراف او نیستید. و به خصوص کسانی رو ببینید که از چیزهای نمیشدگی فتنه میکنند. کسانی رو میبینید که خودشون رو موحد میگن اما از چیزهای نمیشده فتنه میکنند. این خیل چرا این خیل اون خیل. مقصد این یک کار کرده در بین موحدین فتنه کرده نمیشوند. از اینها دور شوید. کسانی رو میبینید که منت میکنند، از اینها دور شوید. یعنی در بین مردم منت میکنند. ما این خیل کردیم اون خیل کردیم، در طالب علم ما را گوش نکرد و باید گوش میکرد. یا کسانی رو میبینید که شرم ندارد، حیا ندارد. کسی که شرم ندارد فهمید که این آدم خیلی خطرناک است. کسی را دیده که قدردان هم نیست، از این هم بترسید. بالاخره برادرهای عزیزم، ما باید به آداب و اخلاق بسیار سخت اهمیت بدهیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی به همین سبب دعوت بسیار سخت باز منتشر می شود و ظاهر می شود و این یکی از واجبات برای هر یک من شما است. واجبات. برای همین الله سبحانه و تعالی منهج دعوت رو به ما خودش بیان کرد. ببینید اینقدر این مسئله مهم است که الله گفت قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. ای محمد بگو من به سوی الله دعوت میکنم با علم و با بصیرت. من و کسانی که همراه من هستند همچنین هستیم و من از جمله مشرکین نیستم. یعنی با علم و با معرفت. در آیات دیگر الله بیان کرد ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. دعوت کن به سبیل الله، یعنی براه الله، به توحید، به یکتاپرستی. بالحکمة، با حکمت. اصل حکمت این حق، با حق. حق رو در جای خودش گذار، باطل رو در جای خودش گذار، حق و باطل جدا کن. همین حکمت است. و موعظه خوب. موعظه خوب در اساس قرآن و سنت فهم سلفین اومد. و جادلهم بالتي هي احسن، و با آنها مجادله کن با اون چیزی که خوب است، احسن است، یعنی به طرز خوب. بارک الله فیکم. ان شاء الله سبحانه و تعالی امیدوارم که برادران و خواهران باز از بنده شروع کرده هممون به این نصیحت ها پایبند میشویم و باز بهتر و افضلتر میشویم و ما موحدین همیشه آماده هستیم برای تغییر یافتن، بهتر شدن، افضل شدن و همیشه کوشش میکنیم که روز آینده من بهتر و افضلتر از روز گذشته من باشد. اخلاق آینده من بهتر و افضلتر از اخلاق گذشته من باشد. حرکت میکنیم که آداب و اخلاق و مدنیت و پاکیزگی و پاک وجدانی را روز به روز باز آموزیم و مستحکمتر بکنیم. خود ما را تربیه کنیم. تربیه ان شاء الله سبحانه و تعالی. این بود یک نصیحتی برادرانه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.